کیک خیس شکلاتی با این پف و بافت و دلبری، اونم توی قابلمه. خودش دیگه نگو کیک درست کردن سخته. وقتی همچین کیکی رو میشه توی قابلمه درست کنی خیلی هم راحت. شکر و شیر و روغن و پودر کاکائو رو که حتما باید الک کنید با همزن خوب هم میزنیم و یک لیوان از این سس رو نگه میداریم. وانیل رو اضافه کرده و تخم مرغ رو دونه دونه اضافه میکنیم و هر کدوم رو حدود 30 ثانیه هم میزنیم. آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنیم و با همزن دستی یا با دور کند همزن هم میزنیم تا یه دست بشه. بعد توی قالبی که کاغذ روغنی پهن کردیم و دیوارهاش رو خوب چرب کردیم میریزیم و توی فر دستساز میذاریم. یه جسم سنگین میذاریم که هیچ هوایی خارج نشه. کیک رو توی ظرف برمیگردونیم. اگه گنبدی شده بود روی کیک قسمت گنبدی رو جدا میکنیم و به صورت برعکس توی قالب میذاریم. به 6 یا 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. روی کیک رو سوراخ ایجاد میکنیم و بعد سس رو میریزیم که من فراموش کرده بودم. بعد از حدود نیم ساعت که خوب سس به خورد کیک رفت توی ظرف برش میگردونم و چون میخوام قسمت صاف کیک رو تزیین کنم مجددا توی ظرف دیگه برگردوندم و با گاناش تزیینش کردم و بعدم با خورده‌های گردو خوشگلش کردم. این کیک فوق‌العاده بافتش پنبه‌ای و خوشمزه است. حتما درست کنین و توی عصر زمستونی با یک لیوان چای از خوردنش لذت ببرین.